مدل‌های نوبتی در اینجا مثال 101 سومه ریشه‌های مدل رو یابیم. یعنی اول ریشه رو یابیم بعد جمع میکنیم. باید این سوال رو چیکار کنیم؟ ضرب درون با درون، یعنی هر دو این فود رو ضرب میکنیم و هر دو این فود رو ضرب میکنیم و ضرب رو اجرا کنیم. 2x minus 7 در قوس نیستیم چون که در اونجا دو عدد است. 3 جمع x برابر به 2x minus 9 5 minus x و از اینجا چی میشه؟ قوس رو اگر کشویم 6x minus 21 جمع 2x کوادرات minus 7x برابر به 10x minus 45 minus 2x کوادرات جمع 9x. و اکنون همه ایفال عددها رو به طرف چپ جمع کنیم. در اینجا 2x کوادرات داریم minus 2x کوادرات همگی چی میشه؟ 4x کوادرات میشود. 6x داریم minus x میشود. در اینجا 10x 19x minus x minus 19 minus 20x میشود. minus 21 در plus 45 24 میشه. plus 24 برابر 9. اینو ما ساده‌تر کم نوشته میتونیم. هم عددها ایفاده رو به 4 تقسیم کنیم. x کوادرات minus 5x میشه جمع 6 برابر 9. شما میتونید این مدل رو با یوری دیسکریمینانت مدل فرمولا کار کنید یا اینکه با قوس‌ها جدا کرده میشود. با قوس‌ها این روی آسان‌تر است، یعنی x minus 3 minus 2 وقت قوس رو میکشید با همین ایفاده رو میگیرید. از اینجا معلوم میشد که x برابر 3 است یا x برابر 2. دو تا جواب داریم 3 و 2. از ما چی میپرسد؟ سومه ریشه‌های مدل رو ببین جمعشون 5 میشود. دوام میکنیم. به مانند سوالی پیش نه اکنون در اینجا کسری نه یک بار با قوس رو دو شده. بیایم با کار کنیم چی میشود؟ قوس رو اگر کشویم طرف چپ x کوادرات ما اگر یک بار نویسم جمع 12x جمع 27 برابر به 8x کوادرات minus 3x جمع minus x minus 8x minus 48. اکنون همه ایفاده رو به طرف چپ گیریم اگر یا اینکه به طرف راست چون که مینوس نشود چی میشود؟ 7x کوادرات minus 20x minus 27 60 75 هم برابر 9. ریشه بطون مدل رو یابین. ریشه بطون مدل رو از یاب رایم بفهم آسانتر میشد یا نه. وقتی که 3 رو میمونیم 3 مونیم نمیشه عجب رایم آسانتر است. یعنی مدل کار کنیم با یوری فرمولا یا با قوس جدا کردن بفهم با قوس جدا کردن میشه چون که ریشه بطونی دو ریشه دارد یکی از بطون دیگرش کسری. از جواب ها رویم 3 مونیم نمیشود چون که هر طرف هم با چی بمونن یک طرف به 9 برابر میشه دیگر طرف به 9 برابر میشه. 3 نادرست است. minus 2 رو مونم minus 2 طرف راست به 9 برابر میشه ایفاده طرف چپ برابر minus 2 هم شده نمیتوند. 4 رو مونیم 4 چی میشه 13 اینجا 7 ضرب 7 آیا این برابر به 8 ضرب 1 ضرب 6 برابر نیستن. این هم خطا است. 5 رو میمونیم 14 ضرب 8 آیا برابر است به 8 ضرب 2 ضرب 7 که 2 ضرب 14 است. این برابر است. اینجا ما ده. یعنی مدل با فرم کار کردن با جواب رفتن اگر که نمود عدد خوب باشد آسان‌تر است. نیا کنیم جاش میمونم خطاگی میتد یا درست میشد هم رو میابم. یعنی اگر باید باشد فرمولا چی بود؟ b کوادرات minus 4ac. من در یکی از درس‌های پیشینه مدل کالچیکا باید کار کنم فهموندگیم از اونجا هم دیده میتوانیم. مثال نوبتی چیکار میکنیم؟ در اینجا باید چی به خاطر بیاریم؟ a minus b در کوادرات این چی میشد؟ a کوادرات minus 2ab جمع b کوادرات و به اینجا اگر استفاده بریم چی میشد؟ 3 ضرب x کوادرات minus 20x جمع 100 جمع x کوادرات برابر 100 است. قوس رو میکشویم 3x کوادرات minus 60x جمع 300 جمع x کوادرات جمع 100. از ما چی میپرسد؟ حاصل ضرب ریشه مدل رو ببین برابر 9. اینا رو نویسیم 4 کوادرات 4x کوادرات باشه minus 60x جمع 400.
نکنید روی آسان‌تر است برای کار کردن سومه ریشو و ضرب ریشو. اگر شما مدل کواdraتی داشته باشین سومه ریشو x1 و x2 بگیم دو تا ریشه دارد هم وقت به مینوس b تقسیم a برابر است. ضربشون باشد c تقسیم a. یعنی b a c چیه؟ اینها کوفیشنتی x کوادرات x و عدد دائمی. یعنی مدل کوادراتی ما ax کوادرات جمع bx جمع c نوشته میتونیم. در اینجا a مثلا برای ما چی است؟ 4 b برای ما مینوس 6 c برای ما 400. اگر شما همین نمودید حاصل ضرب رو پرسید شما یا همین فرمولی استفاده برده میتونید. نه اگر ایجاد کردن نمیخوام ایجاد نکنه مدل رو کار کنید x رو ببین بعد ضرب کنید. من همون نمودی رو به شما نشون دادم حرکت میکنم. یا که این رو ببین آسان‌تر است. یک بار شما مدل کار کردن ریشه یافتن شرط نیست. یک بار از اینجا یافته میتونید. از ما ضرب میپرسه چیکار میکنید؟ 3 تقسیم یعنی 400 تقسیم 4 برابر 100 میشه. جواب ما یک بار 100 است. حاصل ریشه ها. دوام میکنیم. میانی گیومتری ریشه رو مدل رو ببین. اکنون میانی اریتمتیکی و میانی گیومتری فرقش رو باید دانیم. میانی اریتمتیکی چی بود؟ دو تا ریشه داریم x1 جمع x2 تقسیم 2 این میانی اریتمتیکی است. تو طرف میانی گیومتری باشد در ریشه x1 ضرب x2 این میانی گیومتری میانی گیومتری. بیاین اکنون یعنی چیکار باید کنیم؟ بیاین مدل رو کار کنیم. قوس رو میکشیم x کوادرات مینوس 5x جمع 6 برابر 2 رو به طرف x کوادرات مینوس 5x جمع 4 میشود. اکنون نگاه کنیم اگر شما در اینجا شما ریشه های یافتن شرط نیست. از روی فرمول پیش نگردیم. اگر میانی اریتمتیکی باشد سوم ریشه ها رو میابیم تقسیم 2 میکنید. اگر از شما چی پرسد میانی گیومتری باشد ضرب ریشه ها در ریشه میگیریم. در اینجا اگر از روی فرمول پیش نرویم ضرب ریشه ها چی است؟ x c تقسیم c در اینجا چی؟ 4 a باشد کوفیشنت x کوادرات 1 است. یعنی 4 تقسیم 1 برابر 4 است. این برابر چه میشود؟ در ریشه 4 این میانی گیومتری میشود. میانی گیومتری و آن به چی برابر میشه؟ به 2 برابر میشود. نه اگر نه من باور نمیکنم چیکار میکنم؟ ریشه ها رو میابیم. از اینجا اگر من ریشه ها رو رفتم حرکت کنم چی میشود؟ با قوس اگر x مینوس 4 x مینوس 1 برابر 9 از اینجا دو ریشه داره x4 و x1 شکل میبینیم ضربشون با 4 برابر است. درست است. و یک بار میانی گیومتری اینها رو باید ایجاد کنید. میانی گیومتری ریشه ها رو ریشه 2 میشه ریشه 4 یعنی 2 میشه جواب ما.